به نام یاد خدا. بیننده های عزیز و نازنین، عرض سلام و ادب خدمت همگی شما. بیننده های عزیز، من امروز دوباره در لیسه مختلطی تاقچین که برای سال اول سال 1405 شروع کاره مروم همراه انجینیر سبیسا و آقای رحمانی کسا صحبت منم. کارا کسا در مدت چند روز یا چند هفته یا چند ماه ختم میشه. از جریان کار یک ویدیوی بسیار زیبا و قشنگ انشالله خواد گرفتیم. دوستا تا آخر بیننده باشین. دوستا این سالن خود مکتب کسا شروع کار بریم همراه انجینیر سبیسا کسا صحبت منیم. انجینیر صاحب، آقای حیدری، آقای رحمانی صاحب، آقای شرفی، آقای رضایی، سلام به همه شما. امیدوارم که خوب و جور سرمند باشین. انجینیر صاحب، یک مختصر توضیحات در مورد شروع کار مکتب اگه داشته شی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا، طوری که در جریان این کار مکتب، کار باقی مانده ای بعد از یک وقفه زمستانی دوباره شروع شد. تدابیر کار قبلا گرفته شده بود. ما سمید چیزایی که ضرورت بود از غزنی خریداری کردیم. روز پنجشنبه ما اینجا حضور پیدا کردیم. آقای راسخ، آقای رحمانی صاحب، خلیفه صاحب قیم که خودشون در بالتر بود. دیگه تیم پلسترکارا در ساحه رسیدن. عملا دمی پری روز تدابیر از واره گرفتیم. دیروز عملا کار شروع شد که خوشبختانه اینمی صنفی که ما شما گپ میزنیم اینمی سقف پذیره دیروز کار کردن. دیگه فعلا در اون صنف کارشان جریان داره. پلان میسته که اول سقف صنفا و دهلیز مکمل تکمیل شه، بعد از کارهای دیوار شروع میشه. دیگه در پالوی ازی مسئله برق است که اون برقی هم آمده اونجی جنراتور خود آمادگیش میگیره که روشن کنن. در پالوی ازی اون چوکاتای دروازه را پر مونیم. دیگه مسئله می سرامیکی دهلیز و کافی اتاق قرار دیروز قراردادش تکمیل شد. دیگه بخیر این دفعه که رفتیم خریداری زود صورت میگیره که کارهای از ما موازی با می کارهای پلاستر، کارهای باقی مانده ادامه پیدا کنه. انجینیر صاحب، یک موتر ریگ از کجا آوردین؟ ریگ هم آورده شده؟ بله، ما تیرما 8 تراکتور ریگ برای پلاستر تیرما آورده بودیم که همه فعلا از امو استفاده نیم. برای بغل دیوار ازی یک موتر ریگی شکسته از ریگ ریشن لومان آوردیم. او به خاطر بغل دیوارای مکتب است. دیگه فعلا خود تا که سقف ازی خلاص نشده کار دیوارش توقفه. دیگه سقف خلاص شد، بعد از او کارهای دیوار شروع. انجینیر صاحب، خریداری موادی که بر مکتب لازم از قبیل سیمان چطور گرانه امسال یا نه ارزانه؟ به خاطر که فکر کنم که مرزام کسا بسایه. دقیق از این پیش که بود امی سمت هم از پاکستان می اومد هم از ایران. دیگه نرخ سمت خوب بود، 380 نهایتش 400. پارسال بنابر مشکلاتی که پاکستان پیدا شد نرخ سمت بلند رفته. دیگه امسال هم تقریبا یک هفته پیش بود آجی صاحب سمد و آجی صاحب عبدالحمد که در غزنی هستن ما برشان پیسه روان کردیم. سمید را ما خریداری کرد فی بوجی 490 هفته. دیگه سمید را پری روز آوردیم. خوب است امسال بد نیه. فعلا کمبوتات مواد که فعلا نیه دیگه نه؟ نه فعلا هم بودجه مکتب مطابق برآورد روز اول که شده بود خوشبختانه تکمیل است. دیگه ما کار خودم مطابق اون بودجه‌ای که بود عیار کردیم. دیگه مسئله احاطه مکتب است که دفعه قبل ما دیم سروی شده. دیگه او زورم تا فاینال نشده که چی رقم کار کنیم، چون مسئله بودجه مکتب یک مقدار پول کم بود. دیگه خوشبختانه یک تعداد دوستا امیر اعلان آمادگی کردن. دیگه اگر همون دوستا اگه کار اگر شونه احاطه مکتب واقعا خوب میشه. بله، این خوب پلان است. به خاطری که اگر احاطه نشه این مکتب با این هزینه با این چی باز دچار مشکل است دیگه. کوچی است، صد مشکلی دیگه است. ان شاء الله او خود پلان است. امیدوارم که دوستان با این مسئله همکار شه که گرد مکتب میاد شه. دیگه اونو تشنابای مکتب بود که دروازه و بعضی چیزایش آماده. دیروز خط انداختیم، یک 4 دانه تشناب اونجا در نظر گرفتیم که سنگ منگش هم دیروز انتقال دادیم. بخیر او هم کار شروع میشه. تشکر. انجینیر صاحب، برای چند هفته و چند ماه کسی تکمیل خواهد شونه؟ اینی ماه عمل ختمه. امروز تقریبا 29 عمل است. خلاص دیگه ما سور جوزا همین دو ماه دیگه ان شاء الله کار مکتب خلاص میشه. دیگه مسئله آتش مسئله کلان دیگه است که تقریبا 240 متر طول دیوار است که معادل 2 جری بود. 2 بیسا زمین باید احاطه شه. طبعا دیگه یک اراضی ناهموار کار تصمیم قاطع داریم که بخیر امور انجام. تشکر انجینیر صاحب. آقای رحمانی سلام. السلام علیکم آقای رحیمی.
گفتنی اگر داشتین در مورد شروع کارهای مکتب برای سال 1405. تشکر آقای رحیمی صاحب. خوشبختانه در این مقطعی از زمان یک فرصت به دست آمد که همراه انجینر صاحب حیدری در منطقه تشریف داریم و خوشبختانه این فازی بعدی مکتب که در واقع فازی پلسترکاری و پلسترکاری داخل و بیرون و همچنان بلکشی ناست، همراه از اینا در این سفر همراه بودیم. خوشبختانه کارهای اینا شروع شده دیگه. ما از روند کار راضی هستیم و از این فرصت ما تقدیر و تشکر میکنیم در واقع از این آدرس شما و تمام بینندگان شما و به تمام خیرین و به تمام مسافرین عرض سلام و احترام داریم و نهایت تقدیر و تشکر میکنیم و همچنان از انجینر صاحب حیدری که واقعا زحمات بسیار شایان را در این قسمت متحمل شدن و همچنان آقای رحیمی و برادرای دیگه که در ساحه بودن، همگی در واقع به خاطر تحقق همین هدف که در واقع اعمار ساختمان مکتب بوده اینا همکاری بسیار نزدیک و همکاری همه‌جانبه داشتن دیگه. ما از شما، از آقای حیدری صاحب، از کسایی که در این بخش هماهنگ کننده بودن، دوستایی که در کابل بودن دیگه، کل مسافرین خیرین دیگه، از همه شما تک تک جهان سپاس و تشکری را دارم. تشکر. آقای شریفی سلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. سلام. عرض سلام و ارادت خاص خدمت انجینر صاحب آقای رحمانی صاحب و خودت و همچنین آقای رضایی دارم. خدمت سلام و ارادت خاص خدمت تمام کمک کنندهان مسافر در خارج از کشور دارم. ما در جریان شروع مکتب که با بارندگی های خیلی شدید و تون همراه با باد بود، ما همراه آقای رضایی صاحب و همچنین مختار اکبری آمدیم از سقف مکتب دیدن کردیم. چرا منبر ما در چادر پوشی مشکل داشت، گفتیم بریم میرم یک سیل کنیم که می سقف خدای نکرده کدام آبی چیزی یک دیده باشه باید می رفت شود، خری اول وقت است. آمدیم بسیار خوشبختانه برادرانی که این سقف را کار کردن در چادر پوشی واقعا صمیمانه ازش تقدیر و تشکر میکنم که واقعا صادقانه کار کردن، تلاش کردن که حتی یک چکه از آب در سقف مکتب دیده نشد. ما بسیار خوشحال هستیم در این زمینه. از اون برادرانی که زحمت کشیدن واقعا دستشان درد نکنه. تشکر میکنم. تشکر آقای شریفی. آقای رحمانی، آقای شریفی صاحب که چند روزه که کار چقدر کار شده است، روند پیشرفت کار کرده برای ما بگین. امی کار الحمدلله بسیار خوب به وجه احسن پیشرفت کنه. این از سقف از صنف اول انشالله آماده شده، هیچ گونه مشکل در این ساحه دیده نموشه و ما از دوستایانی که کارمونه صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم. واقعا خوب کار پیش میره انشالله. اینالی صنف دوم آماده کار هست. فعلا به نظرم فقط اول همین سقف را نه اول اگه سقف جور نشه خب بعد از اون کسی بغلا را اگر سیمنت دیگه خب از اینا چکه‌هاش میپاشه، بس به اصطلاح قیافش کمک بر میشه. این صنف اول دیگه، مسیر کلینیک، مسیر خودی که است تاقچین، این صنف اول دیگه. بریم یک سری کنیم از خود مکتب. آقای رحمانی صاحب. رحیمی سی بینیم دیروز کار معامزی سیم شروع شد که بخورم سخت تکمیل شد دیگه. این روز اول این سقف ها شروع کنیم بخاطر اینکه اول سقف کار نشد دیگه اول چتل میشه دیگه. این سقف دوم است که عملا یعنی خلف صاحبا کار جریان داره دیگه. یا تیم بسیار قوی از کابل آوردن وعده موازی و قرارداد موازی و من نیست که راجع به کیفیت کار خیلی کیفیت مهمه. کیفیت چون این کار آبروی همه است دیگه. یا با قوم کار نمونه بودیم دیگه. راجع به کیفیت کار مو کاملا جدیم، هیچ گونه مدارانی با هر کسی که باشه و نمیخواهیم که یک روپی مردم اینجا به جای نیست. ما روز اول که وعده کردیم که مکتبی جور کنیم که حتی دست جاوری نمونه باشه، کاملا پای نمو اهداف خود محکم ایستادیم. کار ما انشاءالله تیمی پیش میره، یک تصمیم فردی میاد و هر تصمیم پیشنهاد انتقاد معقولی که باشد راجع به نحوه کار، چگونگی کار رو با پیشانه باز میپذیریم. اما یک تعداد حرف حدیثای هست دیگه، فرانسا بیتا بعضی دوستا را دیگه ما می‌گوییم که وام زمین درخواست نظر کنم.
شرط دوم این مسئله برق هم جنریتر خدا یا چالان مونن امروز آمدن بخیر این کار بخشیزی هم شما آمدن؟ آمدن اون دو پشتر اون جنریتر خدا چالان مونن دیگه موال خدا آورده خب اون پایپای خرطومی میشه در اون اتاق بود خب یه کار برق از این هم آه سایه هستن که آره دیگه هم ماشین تدابیر جنریتر میگیرن کار شروع از سایه که برای پلسترکاری اونا آمدن کسی چند نفرند؟ باز کابل 3 نفر 3 نفر استادن یک نفر کارگر دارن دیگه کارگر خود بازی از کابل که از خود منطقه میشن امروز چند نفر کار مونه در خود مکتب؟ امروز در خود مکتب 4 نفر وای 3 نفر دیگه این چوکاتای آینی شانده شده یا پشتر از این باید دوغه و پر شد دوغه و سیمنت به غیر صورت یا چی مونه دیگه این عملا کار اون جریان داره این 3 نفر برقیان دن دیگه همین رقم آیسته آیسته کار بطریشون دور شده دیگه آیسته آیسته بخیر رونق میگیره دیگه این مسئله خود دالیز مکتب تصمیم نیست که یک 90 تا 1 متر بغلای سرامیک کار شد سنگ یا سرامیک دیگه مسئله سنگای دان کلکین است پورا مایست براوف سجادی وعده شده بود اما اندازه‌اش گرفتیم این دفعه بخیر کابل رفتیم اندازه‌اش میدیم دوارم برای دفعه بعد آماده کنه سنگای زینه است خود سنفوم انجینر اندازه 1 متر 90 سانت سرامیک میشه یا ولی خو همین دالیز از خود تصمیم ما از اول می بود که ما 90 سانتی تا 1 متر سرامیک میگیریم خب خاطر که همین کیفیت کار خوبتر بیاد باز این دفعه در کابل تصمیم می شد که دوستا پیشنهاد کرد که سینفام اگر 91 متر سرامیک شه به خاطر که دائم در تماس هست چی نشه چی نشه آها باز تا حالا ما فاینال نشد فکر کنم که یک دوست ما قبلا هم یک کمک انگفتی کرده بود راجع به مکتب دوباره با اون بزرگوار در تماس شد دو آدم هم فکر کنم که اعلان آمادگی کرد اگر همون کمک بیایه بخیر مسئله احاطه مکتب هم تکمیل میشه و همین سینفار هم تصمیم است که اونم 1 متر سرامیک انشالله جناب رحیمی صاحب همین کارهای برق با انجینر صاحب محمدی ما قرارداد کردیم تمام کارهای برق مربوط به می بزرگوار است سیستم سولار برق از این مکمل است و در سی دالیز پیشروی کامرام نصب کردیم چون کار شب بازی که چی وقت عملی میشه و گپ بعدیست مگم سیستم کار ما باید تکمیل باشه دیگه سویچ ساکت دیگه امروز خوشبختانه انجینر صاحب عملا کار خود شروع مونه انجینر صاحب آقای محمدی در قدم اول پس آمدن شما را به منطقه تاقچین به دادگاه ما عرض خوش آمد میگیم ضمناً میخواستم بپرسم انجینر صاحب این کاروبار تمی برقکشی شما در ساحه جاغوری یا در همه نقاط که شما اینمی وظیفه را دارین خواستم پرسان کنم از نظر کیفیت از نظر اینمی که شما کار مونین اینمی چگونه کسی اینمی برق مکتب لیسه مختلف تاقچین با مکاتب دیگه با ساختمان‌های دیگه شما چگونه مقایسه مونین از نظر کیفیتش بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود خدمت شما دوست عزیز آقای رحمی و بیننده های گرامی شنونده های عزیز سلام ما را پذیرا باشید دوستان عزیز علمی مکتب منطقه تاقچین بسیار یک مکتب استاندارد از هر نظر از نظر کیفی و کمی اما در بخشی که ما فعلا کار میکنم بخش برق شده انجینر صاحب از هر نظرش به صورت معیاری و استاندارد در نظر گرفته سیستم سولار، سیستم بتری بعد سیستم کمره‌های امنیتی حتی در سنف‌ها، دهلیزها، در قسمت‌های بیرونی در نظر گرفته شده و چی زمان این عملی میشه انجینر صاحب باز او را تصمیم میگیره از نظر برقش ما بسیار معیاری در نظر گرفتیم در اداره برق ما امو مرکزیت را در نظر گرفتیم که از اینکه هر سنف کنترل شونه و قطع شونه و حتی هر سنف جداگانه برای یک فیوز در نظر گرفته شود که اگر امونجا نیاز باشه فیوزش بالا شونه و اگر نیاز نباشه از امونجا قطع شونه همچنین کمره‌های امنیتیشی هر سنف در اداره خود و دهلیزایشی در اونجا یک مانیتور نصب میشه در آیندهشی و از اونجا میتونه کنترل کنه تمام ساحات مکتب را و از نظر از ما این مکتب یک مکتب نمونه در سطح منطقه جاغوری و در سطح منطقه تمکی فعلا به حساب میاد
چون ما بعضی مناطق را که برق کشی شمونیم، چه حسینیه ها، چه مکاتب، چه اماکن تجارتی، این یک چیزی که انجینر صاحب فعلا در نظر گرفته، از هر نظرشی فعلا اونجا بعضی نکات ها را رعایت نکرده و اینجا بسیار معیاری در نظر گرفته شده که انشالله را شما بیننده های عزیز، خیرین عزیز، چیزی که ما توان داشته باشیم کار مونیم و خواستار کمک ها و حمایت های شما هستیم که امی باز هم معیاری و اصولی صورت میگیره. تشکر آقای محمدی انجینر. تشکر. سلامت باشید. موفق باشید. این رو ترسنجیش بگیر. این رئیس بینی چاپاتای فلزی است که چون بیشتر از این خالیه. آها. قبلا در جای خود بردیم شده بود، نصب شده بود، یعنی بیشتر از این هم دوغاو کردیم که کاملا مکم شده. کاملا مکم شده. زایاتش پس جمع کرد. اون مجسمه دیگه خب باش هر دری که موری چه دخت نخو مجسمه چی کو کم زایات از خراب نشه. سایک کاته اصلا اونم دان از خورد است که چی نشه یک دفعه. آی خیلی خطرناکه. نه ایره قد کنش بند دان از یک تخته بند سر تخته است چون دان از برای من یه مشکل کنم. نه دیگه مشکل خارج خطر. نه برو رفت جای. رحیمی سیبینی کلکینا قبلا نصب شده بود، ما ایره کاملا با پلاستیک پوشاندیم به خاطر از اینکه دوغاو میزنه روی چادر بغل دیواره، چون کلکینا رنگش هم سفیده از اینکه خراب نشه این کامل ایره با پلاستیک پیچوندیم. تمام صنفا یعنی ایش رویش که بین شفتی های سیمت نره دیگه یا زیری که میبینید کلیش پلاستیک است. یه کار ختم شد پلاستیکاش ختم می‌بینید که کار ستره موتور باقی مونده. خب اینجا سبینی ریگی که در قسمت بیرون نکرد از کلکین هم پس معلوم میشه کاملا یک ریگی متفاوت نسبت به منطقه سیاه کامل. آقای شرفی این ویدیو هم که کل بیننده ها قسمشونه از کجا آورده میره؟ ریگ به نام ریگ شکسته میگه که ای از امی ریگریشنایی که سنگ میدمونه این خاک از است. چون به خاطر پلاستر دیوارا کیفیت از بسیار بسیار بالا. در کابل و شهرها مکمل از همین چیز استفاده نه. دیوار اول که تزیین کار منم باز رویش یک ریگ نرمه یک است. این به خاطر از ما آوردیم. یعنی چون کار دیوار کار بعدی است که به مخاطر یالی است. درسته. او دو قسمت پیش روی مکتب کرد. او ریگوی مایده یا چی بگیم ریگی ماسک است. او از کجا آوردیم؟ او را رحمت فکر کنم میزدان تنگی کدام جای پیدا کرده بود، او را تیرما از همونجا آورده بود. خیلی ریگ پاک سوتره به خاطر سقف به خاطر همین استر روی چیا از همون استفاده می‌کنه. میگه خداییشم خورد. خیلی ریگ شفاف پاک از همون دان تنگی امروز کدام جای پیدا کرده. تشکر. زنده باش. رضای صاحب سلام. سلام آقای رحیمی صبح بخیر. سلامت است شما بخیر. سلامتی. تشکر. بعد از یک مدت وقفه از چند ماه وقفه کسا که می زمستان بود یخی بود کسا دوباره انشالله کارهای مکتب کسا شروع شده. چند روز شروعه؟ 2 روزه. از دیروز امروز. از دیروز بخیر تا امروز چند تاریخه؟ امروز آخر تاریخ فکر کنم که 29 تاریخ. 29 تاریخ. شنبه. بله. امروز شنبه کسا کار شروعه دیگه. بله بخیر. این طرف دوستای از کابل هم ده 4 نفر. سیمانکاری سقف شروع ده. برای یعنی کارگرای ما این منطقه هم هستن دوستای در مرینا شروع. بله. کارهای سنگکاریش هم فکر کنم کنجه یک دونه بناز جا بود صبح. بله. سنگکاریش هم قرارداد کرده از سیمانکاری پلاسترکاری هم که فعلا شروعه. بله. بعد چیم فکر کنم موسیقی هم ده. موسیقی برقش هم هم ده شروع کار شروع. خب. سه موفق باشی با کار بخیر. سلام علیکم استاد صاحب و همه‌شون. سلام علیکم. خسته نباشین. زنده باش خوب هستی؟ تشکر. اتاق چندم استاد؟ دوم اتاقه. خب سقف اول از دیدین دیگه. آره. اتاق دوم. آره انشالله. در چند روز، در چند هفته یا در چند ماه کسانی پلاسترکاری داخل و بیرون انشالله تمام خواهد شده؟ گفته میتونی؟ 40 روز شد خلاص شد. 40 روز؟
تمامش خیلی موفق باشید.